سلام سلام بچه های خوشگل و توپلی و باهوش تو خونه، دخترای مهربونم، پسرای خوش زبونم. به کانال فریدی پادشاه قصه ها خیلی خوش اومدید. امروز اومدم با یک قصه جذاب و دلنشین دیگه. بچه ها تا حالا شده یک بار یه اشتباهی بکنید و بعدش اونقدر بترسید که دیگه حتی جرأت نکنید سراغ اون کار برید؟ فریدی ما امروز توی یه همچین دردسری افتاده. بریم ببینیم چی شده. آماده اید؟ بریم با هم ببینیم، بشنویم، یاد بگیریم و لذت ببریم. قصه امروز ما قصه درس داغ فریدی و کاسه سرده. همه چیز از یک عصر زمستونی شروع شد. صاحب فریدی برای خودش یک لیوان چای داغ ریخته بود و گذاشته بود روی میز. فریدی که طبق معمول کنجکاو بود با خودش فکر کرد این مایع خوشرنگ حتما یک شربت سلطنتی مخصوص گربه هاست. اون یواشکی پرید روی میز و تا اومد زبونش رو به چای بزنه زبونش سوخت. فریدی چنان با سرعت از روی میز پرید که انگار موتور جت به دمش وصل کرده بودن. از اون روز به بعد فریدی با خودش عهد کرد که دیگه به هیچ کاسه یا لیوانی نزدیک نشه. فردا صبح صاحب فریدی یک کاسه آب خنک و گوارا ریخت و گذاشت سر جاش. فریدی که خیلی تشنش بود با قدم‌های لرزون نزدیک شد. به کاسه نگاه کرد. آب کاملا ساکن و سرد بود. حتی یک کم بخار هم نداشت. اما فریدی قصه ما به محض اینکه به لبه کاسه رسید یاد اون چای داغ افتاد. اون با خودش گفت فریدی گول نخوری یا این آب همون آب دیروزیه که حالا خودش رو به موش مردگی زده. به موش مردگی زده که منو بسوزونه. فریدی شروع کرد به میو میو کردن و با فاصله از کاسه می ایستاد. حتی وقتی سیبیلو رئیس موشا اومد و با خیال راحت از اون آب خورد، فریدی بازم اعتماد نکرد. اونقدر ترسیده بود که حتی از سرمای آب هم می ترسید. اینجاست که فرانسویا میگن گربه‌ای که با آب داغ سوخته از آب سرد هم میترسه. یعنی وقتی آدم یک بار آسیب میبینه اونقدر احتیاط میکنه که حتی از چیزهای بی خطر هم میترسه. بچه ها دیدید فریدی چقدر محتاط شده بود؟ به نظرتون فریدی باید چطور بر ترسش غلبه میکرد؟ شما هم تا حالا شده از ترس یک اشتباه قدیمی دیگه سراغ یک کار خوب نرید؟ مثلا یک بار زمین خوردید و دیگه نخواستید اسکیت سواری کنید؟ برام بنویسید تا با هم یاد بگیریم چطور دوباره شجاع باشیم. امیدوارم از این قصه هم خوشتون اومده باشه و ضرب المثل امروز رو هم خوب یاد گرفته باشین. یادتون نره که این قصه رو لایک کنید و کانال قصه فریدی پادشاه قصه ها رو سابسکرایب کنید و منتظر یک قصه جدید و جذاب دیگه باشید. به زودی برمیگردم پیشتون. خدافظ.